در تکمیل یه نکته کلیدی رو خدمتتون بگم در تکمیل صحبت‌های خانم پور احمد. ببین 3 تا آیتمن که در ورود یک مهندس شیمی در داخل شرکت ازش انتظار میره در این حوزه نظر بده. اگر بتواند توی این 3 تا حوزه پروپوزالی بده، پیشنهادی بده، هم قبولش میکنند و هم این که هم قبولش میکنن و هم این فرصت داده میشه و هم این که ما رو تبدیل میکنه به یه مهندس خوب. و اون 3 تا آیتم اینه: ما باید بتوانیم پروپوزالی، حالا منظورم پروپوزال صرفا نوشتاری نیست، ممکنه شما در حین مصاحبه این صحبت رو بکنید، یکی پروپوزالی داشته باشی برای افزایش تولید، یا پروپوزالی داشته باشی برای کاهش هزینه، یا پروپوزالی داشته باشی برای پایداری تولید. که من چون قبلا توضیحاتمون رو دادیم دیگه من جزئیات اینو نمیگم، ولی چکیده این مطالبی که در 2 جلسه یا 3 جلسه قبل گفته شد اینه: یا افزایش تولید، یا کاهش هزینه، و یا پایداری تولید. آقای جوان، آقای سپهر میخواد ظاهراً امتحان میان ترم داریم، مشکلی نداره آقای جوان، هر موقع که خودت دیگه باید میرفتی مشکلی نداره، اشکال نیست. عرض کنم خدمت شما، ما مبحثی رو در جلسه قبل عرض کردیم در رابطه با امنیت و آزادی که خانم پور احمد هم یه اشاره‌ای به این موضوع داشت. من حالا یکم اینجا کامل کنم. به صورت طبیعی خب بعضی از دوستان گفتن ما دنبال امنیتیم، که گفتن ما دنبال آزادی هستیم، و یا گفتن ما دنبال امنیتیم. چقدر از روی احساسشون گفتن یا چقدر تجزیه تحلیل کرده بودن در خودشون؟ چون اولین نکته‌ای که یک مهندس رو قوی میکنه اینه که خودشو بشناسه. ما فرهنگ آموزشیمون، فرهنگ جامعه شناسیمون، لایف استایلمون، شیوه های زندگیمون به گونه‌ای هست که ما بیشتر نگاه به دیگران داریم تا نگاه به خودمون. یعنی سعی میکنیم دیگران رو خیلی خوب تجزیه تحلیل کنیم، فلانی خوبه، فلانی بده، فلانی راست میگه، فلانی دروغ میگه، فلانی زود عصبانی میشه، فلانی آدم صبوریه. اوکی، مشکلی نداره. آقای سرداری مشکل نداره، شما راحت باشید. بله، ولی کمتر دوستان عزیز به خودمون میگیم ما کی هستیم، ما چی هستیم. در نتیجه موقعی که داریم انتخاب میکنیم مسیر شغلی آیندهمون رو نگاه میکنیم ما چی هست، چی باید باشیم، نمیگیم ما چی هستیم. چون بین باید بودن و هست بودن فاصله داریم. ما باید
به جایی که من باید پزشک بشم، من باید یک مهندس شیمی خوب باشم، من باید پولدار بشم، من باید فلان مدیر عامل بشم، من باید فلان کارو بکنم. این بایدها خوبن، ولی چقدر میاییم تجزیه تحلیل میکنیم که فاصله بین باید ما و هست ما چقدر؟ کسی که دنبال این هست که میخواد به آزادی برسه، آزادی معنا داره، یعنی این که بنده میخوام با کوتاه ترین زمان ممکن بیشترین درآمد رو داشته باشم. یک. دو، من آدمی هستم که دوست دارم در فریمورک خودم تعیین کنم. نمیخوام دیگران بیان بگن تو ساعت 8 صبح باید بیای کارت بزنی، ساعت 5 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر هم باید کارت خروج بزنی. نمیخوام، خودم میخوام هر موقع دلم خواست برم، هر موقع دلم خواست برگردم. احتمالاً دلایل این که دوستانی که حالا من بعدش به امنیت میرسم، میخوام از آزادی شروع کنم. مطلب بعدی اینه که چرا من باید هر روز برم و بیام تا آخر ما مثلا 100 میلیون تومان به من حقوق بدن؟ من 2 روز میرم کار میکنم، یک دفعه به اندازه 100 میلیون تومان پول در میارم، به جاش 28 روزی دیگه آزادم و تفریح میکنم. یکی دیگه از نکاتی که وجود داره که افرادی که دنبال آزادی هستند اینن که میگن که من اگر آزاد باشم میتونم تنوع بیشتری در سوژه هایی که میتونم روشون کار بکنم ایجاد کنم، چون کسانی که دنبال امنیتن بالاخره میان یه شرح وظایف شغلی بهش میدن، میگن شما طبق این شرح وظایف شغلی بیا در این بازی زمانی این فعالیت رو انجام بده. در صورتی که یه نفر که دنبال آزادی خودش میاد شرح کار خودش تعیین میکنه، طبیعتاً فلکسیبیلیتی رو هم داره، گاهی اوقات این فعالیت رو انجام میده، خوشش نمیاد میره فعالیتی دیگه انجام میده. همه اینها دلایلی هستند که میتواند مثلا یک نفر رو بگه من دنبال آزادی هستم، ولی از اون طرف ضمن این که این مواردی رو که دوستانی که در فکرشون هست دارن، ولی یه اتفاقات دیگه هم در کنارش وجود داره. مثلا ریسک بالاست. کسی که در آزادی میخواد فعالیت کنه احتمال شکستش هم بالاتر میره، مثل حرکت کردن روی یک لبه خیلی باریکه که هر آن اگر چرتی بزنه حواسشو نده یک دونه تکونی بخوره ممکنه از رو دیوار بیفته. یعنی همواره یه پتانسیلی از استرس در وجود آدم شکل میگیره. مسئله ریسکه در کنار اون خوبیایی که گفتیم. یکی دیگه از نکاتش اینه که خود این ریسک چه تیپ ریسکی هست. یه تیپ ریسکش مالیه، یه تیپ ریسکش معنویه، یه تیپ ریسکش از بابت اعتباره، برنده. مثالی من براتون میزنم. فرض کنیم جناب عالی بری یه پروژه ای رو اجرا کنی، ریسکش هم بپذیری، پروژه باز شکست رو برو بشه. 2 بار که شکست خورد دیگه بار سوم وقتی میره سراغ یک شرکتی دیگه میگه من میخوام این پروژه رو اجرا کنم، میگه این همونه که 2 بار شکست خورده، ولش کنید. این همینطور داره برای خودش حرف میزنه. یعنی میبینی که حتی آینده رو هم موضوع ازت گرفته شده. بنابراین پس موضوع ریسک هم مادیش هم معنویش و هم برندینگش که دیگه از
چیزهایی است که در مقابل این هست‌های موضوع اون بایدهای اون موضوع بودن. یکی دیگه از نکاتی که وجود داره این هست که ممکنه شما یه فعالیتی رو شروع کنی، آزاد هم بودی، یک دفعه یک رقیبی برات پیدا میشه، تمام کاسه‌کوزی شما رو برمی‌ریزه. مثلا شما فکر کردی من یه لیوانی رو بیارم میفروشمش 10 تومن، برنامه ریزی هم کردی که مثلا تا 5 سال آینده من تک هستم و میتونم این لیوانامو با قیمتی که با حاشیه سود خوب بفروشم. یک دفعه یک کسی پیدا میشه، شما رو میبینه، میگه این عجب کاریه، خوبه فلان، بیام من یه مغازه‌ای میزنم کنارش، منم یه کارخونه‌ای میزنم کنارش، حالا هرچی، میاد رقیب بیزینست میشه، نگاه میکنه میبینه قیمت تمام شدهش هم پایین تر از تو باید قیمت تمام شده تو بدی. شما قیمت تمام شده تو میری میدی مثلا 8 تومنه، داری 10 تومن میفروشی، او قیمت تمام شدهش 7 تومنه، میتونه 9 تومن بده، همون سود تو گیرش میاد، ولی همون 2 تومن گیرش میاد، ولی میتونه از تو 1 تومن ارزونتر بخره. خب اینم یک، پس ایجاد رقابت، ریسک ناشی غیر از ریسک‌های قبلی، اومدن رقیب هم میتونه این آزادی رو، یک شرایط جدیدی رو برای و شما رو ورشکست کنه. نکته دیگه‌اش نوسانات اجتماعی هستن که در داخل یک جامعه ممکنه به وجود بیاد. مثلا آدم دفتر کارش و کارخونه‌ش و همه چیشو آماده میکنه، خدای نکرده آتش سوزی توش رخ میده، تمام سرمایه میپره. نکته بعدی که وجود داره این هست که ممکنه آتش سوزی صورت نگیره، خدای نکرده در داخل اون کارخونه، در داخل اون فضا کارگاه یا هر چی 2 نفر بیفته خدای نکرده بمیرن، دیهشون اونقدر بالاست که عملا تو مجبوری بخش زیادی از سرمایه تو بدی به دیه. و انواع و اقسام مواردی که ممکنه برای فرد به وجود بیاد. بنابراین نکته‌ای که وجود داره این است که دوستان عزیز، دوستانی که گفتن آزادی، اینو چند تا نکته رو باید خودشون رو براش آماده کنه. یکی از این نکات افتادنه. باید آماده باشیم 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار. بنده در بعضی از بیزینس‌ها دیدم، آدم‌هایی رو دیدم که بالای 10 بار از زمین بلند شدن، شروع کردن، دوباره افتادن، دوباره رفتن خودشون رو جای دیگه امتحان کردن، دوباره اونجا افتادن. پس کسانی که دنبال آزادی میگردن به شدت باید آدم‌هایی باشن که اعتماد به نفس بالا داشته باشن، ناامیدی معنا نداره توشون، مثبت اندیشی باید جزئی از مشخصاتشون باشه و موارد اینچنینی که توی حال و هوش این چند تا نکته است. اگر دوستان عزیز من آدمی هستم ریسک دوست ندارم بپذیرم، من آدمی هستم نمیتوانم دچار چالش بشم بیفتم و دوباره از زمین بلند شم و اگر افتادم دیگه بلند نمیشم. نباید بریم سمت آزادی، نباید بریم دنبال یه شغلی که دارای این ماهیته، چون ماهیت آزادی همین نکاتی است که خدمتتون گفتم. پس قبل از اینکه پاسخ این سوال رو نمیخواد به من بدین، به خودتون بدین.
اگر واقعا کرکتر شخصیتیتون کرکتر چالشی نیست، ریسک پذیر نیست، منفی، معذرت میخوام بعضی کلمات بهتر پیدا نمیتونه بکنه، منفی بافی، یه مثل اون حالا مثال یه کارتونی بود گالیور، من میدونم. اگر کسی اون در حقیقت اون کارتون داشت انواع و اقسام شخصیت ها رو در داخل یک گروه نشون میداد که یکیشون اون همون شخصیتی بود که حالا همون توی گالیور همون شخصیتی بود که من میدونم، یعنی همون شخصیت منفی بافی، چیز بدی نیست ولی به درد آزادی نمیخور. باید پس قبل از این که شما جواب منو بدی که امنیت میخوای یا آزادی، اول باید بری ببینی کرکتر شخصیتتون چیه. اگر متناسب با پس 3 تا آیتم باید داشته باشه: ریسک پذیری، چالشی بودن و مثبت اندیشی. این 3 مشخصه رو در شخصیت باید باشه تا بتوانی مسیر آزادی رو انتخاب بکنی. در مقابل این موضوع بعضی از دوستان گفتن امنیت. اگر کسی اون 3 مشخصه رو داره، یعنی ریسک پذیره، آدم چالشی هست و از اون طرف هم ریسک پذیر هم چالشی، آیتم سوم یادم رفت. آره و مثبت اندیشه. کسی که این 3 مشخصه رو داره اگر امنیت رو انتخاب کنه اذیت میشه، چون تبدیل میشه به یک کارمندی که سر توی دفترش نمی گنجه، یه روز دیر میاد، یه روز حوصله‌اش سر میره، اشباعش نمی کنه. و معمولا کسانی که اون مشخصه ها رو دارن در فضای کارمندی تبدیل میشن به کارمندای متمرد. بله خانم ستاره اسدی، ممنون که یادآوری هم کردید. تبدیل میشین به کارمندای متمرد اگر اون مشخصات رو داشته باشین. کارمندایی تبدیل میشین که مدیران میگن این سرشون جای دیگه گرمه، به درد ما نمیخوره. و کارتون در محیط امنیتی با اون مشخصات فکری، مشخصات شخصیتی، شما کارتون گره خواهد خورد. پس نتیجه گیری میخوام بکنم که قبل از این که شما بگین من دنبال امنیت هستم، من دنبال آزادی هستم، اول حالا یا توسط خودتون یا میتونید با یک روانکاو برید مشورت کنید، چون انسان مسائل ضمیر ناخودآگاه آدم خیلی بخشهاش خودآگاه نیست و ما ازشون مطلع نیستیم. فکر میکنیم اینطوری ولی در عمل نیستیم. ما متاسفانه کلاسمون حضوری نبود، من و نمیتونستم با تجربه‌ای که داریم، ما که روانکاو نیستیم ولی بالاخره مجبوریم به خاطر شکل شغلیمون که مدیر عامل بوده مجبور بودیم کاراکتر شخصیت‌های مختلف رو شناسایی کنیم تا بتوانیم به اصطلاح به خوبی از افراد استفاده کنیم. بنابراین ولی خب متاسفانه کلاس‌ها مجازی شده و اون کیفیتی که ما مد نظرمون بود متاسفانه نداریمش. ولی اینو خدمتتون بگم شما میتوانید، من اگر حضوری می بود شاید میتونستم بعضی اوقات با یک سری نگوشیشن ها و مذاکراتی که با هم دیگه میکنیم میتونستم یه مقداری از شخصیتتون رو متوجه بشم و توصیه بکنم. با این حال اگر احیانا بازم دوستانی دوست داشتن که یه مقداری بیشتر در مورد خودشون بدونن و راهنمایی میخواستن،
با آقای اخلاقی هماهنگ کنید، من در خدمتتون هستم. حالا حتی امتحاناتتون هم تموم شد دیگه نگین درس تموم شد دیگه استادم رفت دنبال کار خودش. نه، من همتون دوستای من هستین، همتون فرزندان من هستین، دخترها پسرها همتون بچهای ما هستین، هیچ مشکلی محدودیتی نداریم. من دفتری دارم و دوستان میتونن بیان اگر خواستن مذاکره‌ای بکنن و مشاوره‌ای بگیرن، در خدمتتون خواهم. ولی در مجموع میخوام اینو بگم: یک، خودتون رو بشناسین. دو، متناسب با اون روحیات و شخصیتی که دارین مسیر خودتون رو تعیین کنید. در این صورت چه در مسیر امنیت بریم چه در مسیر آزادی بریم موفق خواهیم بود، اگر متناسب با واقعیت‌های خودتون و هست‌های خودتون حرکت کرده باشید. این نکته‌ای بود که من خواستم خدمتتون. حالا نکته بعدی که میخوام در این رابطه بگم بهتون، دوستان، کسی که دنبال آزادی دارای غیر از اون مشخصات شخصیتی، یک سری رفتارهای، چون میدونین شخصیت همیشه رفتارها همیشه متناسب با شخصیت نیستن. بعضی اوقات ما رفتارهایی داریم که هیچ ربطی به شخصیتمون نداره که حالا اینا رو باید خودتون برید مطالعه کنید. تفاوت رفتار با شخصیت، رابطه رفتار با شخصیت، چرا همچین اتفاقی میفته، چرا ما گاهی خود رفتارهایی از خودمون سر میزنه که هیچ ربطی به شخصیت ما نداره. اینا مسائلی هستن که خودتون باید مطالعه کنید، ولی بدونین اینا علومی هستن که باید در مقطعی که دارین از لیسانس فارغ التحصیل میشین اینها الان مفشه که باید تکلیف خودتون رو روشن کنید. مثالی من برای آزادی، بعضی آدم ها هستند یک وسیله ای رو که مثلا میرن خونه این مهمانی، یه گلدونی رو ببینن، چند تا برخورد با این گلدون صورت میگیره. یکی اینه که میگه عجب گلدون خوشگلیه، یکی میگه این گلدون عجب مثلا 5 تا رنگ توشه، یکی میره از پشت نگاش میکنه ببینه آیا گلهای او طرفشن مثل این طرفشن، یکی میره نزدیکتر ببینه این طبیعیه یا پلاستیکیه یا مصنوعیه، یکی میره میگه مصنوعیه، میبینه مصنوعی، میبینه جنسش چیه. مثلا اگر مصنوعیه اینو از پلی پروپیلن ساختنش، از پلی اتیلن ساختنش، از پی وی سی ساختنش، همینطور هی ریز میشه. موضوع کسی که توی مسیر آزادی میره اشیا رو متفاوت تر از حالت عادی بهش نگاه میکنه و این یک موضوع ناخودآگاهه. دوستان عزیز، دیدی بعضی آدم ها هستن خیلی سرک میکشن، این ورشو میبینن این ورش، با این جریان شیعی میپرسن، بعضی نه، همین که گفتی خب همینه دیگه. اینا دو تا شخصیت مختلفن که منتج به دو تا رفتار مختلف شدن. کسی که به دنبال آزادی باید اشیا رو متفاوت ببینه، کسی که به دنبال اینکه کارمند خوبی باشد باید بتواند، فرقی هم نمیکنه چه امنیت خواسته باشی چه آزادی خواسته باشی، یعنی هر کدوم یک غلظتی داره، یک درصدی داره. مثلا یکی از دوستان، ما کارمند زیاد داریم، بعضی از کارمندان مثلا فرض کنیم یه پمپی آتیش گرفته، یکی میاد گوشی رو برمیداره میگه آقا امروز پمپمون آتیش گرفت، یکی میاد گوشی رو برمیداره میگه پمپ به دلیل این که هات اویل داخلش بود
و دمای هایت اول 300 درجه سانتیگراد بود و فلان نقطهش نشتی پیدا کرد و چون نشتی پیدا کرد پس آتش کرد. یکی بیاد میگه همینا رو میگه چون مکانیکال سیلش آتش گرفت. یکی رو میگه نه چون از فلنج قبلش آتش گرفت. و همینطور میره جلوتر. اصلا یکی میاد میگه که اصلا علت آتش سوزی ربطی به این نشتی نداشته. نشتی امر طبیعی بوده چون کیفیت این هات اویل مثلا رقیق شده، غلظتش ویسکوزیتش از یه حدی اومده پایین‌تر، رقیق شده و باعث نشتی شده. اینا همش نگاه متفاوتی هست که به یک حادثه مشابه اتفاق میفته. حالا من اینجا مثال حادثه رو زدم، مثال خود حالت طبیعی. میری میپرسی میگی آقا این واحدی که جناب عالی داری توش کار میکنی راندمانش 90%. یکی میگه خب میگه 90% لایسنس رو تعیین کرده 90%. ولی یکی میگه چرا 90%؟ چرا لایسنس رو گفته 90%؟ میره مطالعه میکنه، داکومنت رو مطالعه میکنه بدون اینکه کسی ازش بخواد. مطالعه میکنه میگه این آیتم بوده که لایسنس رو به این نتیجه رسیده این راندمان رو 90% بهش نگاه کنه. خب سوال بعدی اینه چطوری میشود این محدودیت هایی رو که لایسنسور گفته آیا نمیشه یکیشو برطرف کنیم که به جای اینکه راندمان رو مثلا به جای 99 الان 90 ما 90 رو برسونم 92 دو درجه راندمان رو بیارم بالا 2% راندمان رو ببخشید گفتم درجه 2% راندمان رو ببرم بالا. یکی میاد این کار رو میکنه میره یکی از این محدودیت ها رو برطرف میکنه یا پیشنهاد میده. ممکنه موقعیت کارخانه ها بگونه‌ای باشه اجازه دستکاری بهت داده نشه، تو در اون رده نباشه که در پیشنهاد میدی میگه آقا من بررسی کردم این لایسنسور این محدودیت ها رو داشته، این 4 تا محدودیت رو داشته، پس راندمان ما شده 90%. اگر ما مثلا خوراک رو با این کیفیت بریم از فلان کارخونه بخریم میتونیم این 2% رو مثلا از این 9% که کم بود داریم 2% بیشتر کمترش کنیم یا 2% راندمان رو بالاتر ببریم. خب یه پیشنهادیه که بسیار قابل قبوله برای یک مدیر و بسیار خوشش خواهد اومد. یعنی میخوام اینو بگم خواهشم اینه کسی که این سوال رو از شما میپرسه امنیت میخوای یا آزادی، اگر میخوایم پاسخی بدیم به واقعیت‌های وجودی و شخصیتی خودتون مراجعه کنید و بر اون اساس امنیت و آزادی رو انتخاب کنید. 1 2 حالا رفتین امنیت رو انتخاب کردید، توی اون امنیت یک فرصت‌هایی برات به وجود میاد که شما میتوانید به آزادی برسید. چطوری؟ همین تغییر راندمان ممکنه جناب عالی بیایی پروپوزالتون بدید بگید من اگر 2% از این این تغییرات رو بدیم در کیفیت خوراک مثلا راندمان 2% میاد بالا. مدیر میگه بهت بابا ول کن من حوصله این کاراتو ندارم. تو این کاغذ رو جمع میکنی میذاری زیر بغلت میره سراغ کارخونه مشابه با اون میگی من این کار رو بلدم. بالاخره یکی میپذیرد. اصلا توی ایران بهت گفتن یه حرفا رو ول کن ما حوصله نداریم به اینا دست بزنیم. یه مکاتبه میپرسی ببین لایسنسور اینجا کی بوده، مثلا شرکت ایکس آلمان بوده یا در ایتالیا بوده یا در امریکا بوده، هر جا. شما که ماشاءالله نرم افزار و فیسبوک و نمیدونم این چیزا ارتباطاتتون خیلی خوبه، یه ایمیلی میزنی به اونجا میگه آقا شما این محدودیت اینجا داشتیم من پیشنهادم اینه که
اگر این تغییرات رو اعمال کنید، شما میتونید کارخونه جدیدی که میخواید بسازید مثلا اصلاحیه بدین در داخل لایسنستون، مطمئنا استقبال میکنه. و الی آخر اینا مثال هایی هستند که من خدمتتون گفتم. به همین سادگی دوستان عزیز نباید بگیم ما امنیت میخوایم یا آزادی. یک. دوم این که چه امنیت رو انتخاب بکنید چه آزادی رو انتخاب بکنید الزاماتی دارد که اون الزامات اگر رعایت نشند تبدیل میشیم به یک کارمند یا یک انسان سرخورده، پشیمون، ناامید. من این مبحث رو میخوام تا اینجا تمام کنم. اگر دوستان سوالی، چون خیلی مبحث طولانی تره تا من دیگه، چون میخوام به کلیاتی اشاره کنیم که خودتون انشاءالله میریم در این زمینه مطالعات بیشتری، چون این شاخه های شخصیت شناسی داره، شاخه های جامعه شناسی داره، شاخه های خودشناسی داره و سایر پارامترها. انشاءالله خودتون توی این حوزه ها میرین فعالیت میکنید تا انتخاب درستی رو انجام بدید. دوستان اگر سوالی دارین در خدمت. اوکی، ممنون خانم سلسله و خانم رحمت، متشکرم و خانم شریف. عرض کنم خدمت شما ما یک مبحث جدیدی رو الان با هم دیگه شروع میکنیم. ما تا الان اگر یادتونه قبل از مبحث مربوط به لایسنس، فکر کنم توی جلسه دوممون بود، بحثی رو مطرح کردیم. گفتیم فرض کنیم یک کسی اومده شما به عنوان یک فارغ التحصیل دانشگاهی بهتون گفته که من این مقداری پول دارم میخوام یک کارخونه بسازم، چی بسازم بهتره. ما اومدیم مبانی مختلفی رو برای اینکه پاسخ اون سوال رو بدهیم برای شما توضیح دادیم که چکیدی این موضوع میرفت به موضوع مربوط به اینکه فیزیبیلیتی استادی باید در آورده بشه، مبانی اون فیزیبیلیتی استادی چی باشه، چه اطلاعاتی باید توی این فیزیبیلیتی استادی باشه، چگونه این اطلاعات رو با هم جمع کنیم که این مباحث گفته شد. حالا فرض کنیم یک نفر، حالا یا دوستتونه یا آشناتونه یا مدیر عامل یک شرکتی، اتفاقا امروز همین اتفاق برای خود من افتاد. امروز صبح جای مهمون بودم، میپرسه ازت خانم مهندس، آقای مهندس، من یک کارخونه ای دارم، یه ماده ای رو دارم تولید میکنم، نمیدونم این کارخونه رو نگرش دارم یا بفروشمش. یا نمیخواد بفروشه، بگه که بیا کارخونه‌مون بازدید بکن. میری بازدیدتو میکنی، بعد بیایی میشینی توی دفتر، بهت میگه کارخونه خوبی بود. شما بالاخره به عنوان یک مهندس شیمی باید بهش بگین خوبه، بده، ایرادت چیه، اصلا ایراد نداری. به کجاش نگاه میکنی به عنوان یک مهندس، به عنوان یک مهندس شیمی؟ به کجاش نگاه میکنی و براش اظهار نظر میکنی و بهش میگی که خوبه، یا بهش میگی نه شرکت زیاد به نظر من ایراد داره؟ به چه چیزایی بهش نگاه میکنی؟ دوستان میشه
یکم کمک کنید به لحاظ فکری. پس صورت مسئله این شد، ما رفتیم بازدیدی کردیم از یک کارخونه، مهندس شیمی هم هستیم یا آدم عادی نیستیم، رفتیم این کارخونه رو یه بازدیدی ازش کردیم و رئیس اون کارخونه، مدیر اون کارخونه، سهامدار این کارخونه اومد گفت نظرت چیه، چطور بود کارخونه؟ شما هم کمک کنید. صورت سوال معلوم شده دیگه دوستان. هیچکس جواب نمیده چرا؟ خانم پور احمد میگه صورت، ببین دوباره تأکید میکنم، دوباره توضیح میدم. من خودم امروز این اتفاق افتاد، یه رفیقی به ما زنگ زد، دوستان قدیمم، کارخونه دارم تو خود همین تهران، کارخونه ای داره، به من زنگ زد گفت یه سری به این بزن. ما هم سری زدیم باش، ما رو برد خط تولیدش و آزمایشگاهش و بخش‌های مختلف اداری و تحقیق توسعهش و تعداد پرسنلش و رفتیم یه سلام علیکی کردیم، مثلا نیم ساعت سه ساعتی با هم دیگه گشتیم تو کارخونه، اومدیم نشستیم توی دفتر، تو دفتر مدیرش صاحب کارخونه. اومد گفت چطور بود؟ خوب بود؟ خوب نبود؟ من باید جوابی بهش میدادم، یه شاخصهایی باید میداشتم، مثلا بگم خوشگله، بگم بد شکله، بگم کثیفه، بگم تمیزه. چه چیزایی باید نگاه میکردم تا بهش بگم خوبه یا بده؟ متوجه شدین خانم پور احمد؟ خب دوستان، یک کسی نگران نباشین یه دفعه جواب اشتباه هم بدین، ایراد نداره. خانم حواسی خوبه شروع کرد، مثلا اتلاف دارن یا نه، یعنی مثلا میپرسیم ازش مثلا منظورت اینه خانم حواسی، مثلا یه سوالی ازش میپرسیم ضایعاتتون چی هست؟ آیا ضایعات دارین یا ندارین؟ یا مثلا میگیم کلا فرایندتون چقدر بهینه است، یعنی منظورت اینه که راندمانتون چقدره. یا مثلا میپرسیم ازشون تجهیزاتتون به چه شکله، چقدر نگهداری میکنن ازشون، یعنی میایین ساختار تعمیر و نگهداریشون رو بهشون نگاه میکنید. یا آقای گنجی هم فرمودن هزینه هاشون، فروششون، نوع بازارشون. موهای سر مدیر عامل یعنی چی؟ اگه ریخته بود یعنی نفهمیدیم آقای گنجی چی میگی؟ یعنی اگر کچل بود مثلا موهای سر مدیر اگه ریخته بود یعنی شاید ارسی باشه. چه سالی تأسیس شده؟ آقای امینی گفته، چون این صفحات نمیتونم ببینمشون. خب خانم آقای امینی فرمودن چه سالی تأسیس شده. یکی دیگه بحث بازده و سوددهی، خانم شریفی فرمودن سوددهی میتونه مهم باشه. بحث ایمنی، وضعیت ظاهری به صورت کلی یا مباحث محیط زیست و پسماند. خانم اینجا زود میرن.
آقای گنجی مجددا هزینه‌های فروش و اینا که گفتی، آقای سرداری فرمودن دستگاه چقدر کار کردن، استهلاکشون باید دید چقدر بازدهی دارن، درآمد و فروش و خریداران و فرایند رشد چطوریه، مثل پرورش مهندس ها برای آینده دیگه. اینجا هم که گفتین ارسی باشه، خب ارسی باشه دیگه. حالا فرق نمیکنه، ولی حالا فکر کنم شوخی کردیم. بعد شو خب بالاخره مدیران عامل در یک سنی مدیر عامل میشن که ممکنه موهاشون بریزه. اینکه چقدر نظم دارن، چقدر کارکنان اونجا و میزان هماهنگیشون با هم و چه تجهیزاتشون، بعضی جاها هر کسی ساز خودش رو میزنه. خب دیگه کسی خب در حینی که من دارم صحبت میکنم، اگر دوستان احیانا مواردی بازم به ذهنشون خورد بگن، چون من اینجا میبینمشون. ببین دوستان، همه این مواردی رو که دوستان مطرح کردن به صورت پراکنده همه درستند، اما شما بیشتر از 2 ساعت، بیشتر از 3 ساعت که اونجا نیستی، شاید بسیاری از این اطلاعات رو تو فرصت نکنی ببینیشون. بنابراین شما به عنوان یک مهندس بخوام اونجا، الان مثلا من امروز فرض کنیم ساعت 10 رفتم یا ساعت 10 خورده رفتم، مثلا دیگه نهایتش ساعت 1 برگشتم. 2 ساعت 3 ساعت اوشون هم از من انتظار داره که بهش نظر بدم. به همین دلیل ضمن تشکر از جوابایی که دانشجوهای محترم خانم‌ها و آقایون دادن، ولی این یک اصول داره. اولا وقتی که گفته میشه یک کارخونه خوبه یا نه، تو دلش صحبت از آینده است، صحبت از گذشته نیست. چون کارخونه هرچی بوده دیگه، بد اداره شده، خوب اداره شده، تعمیراتش به موقع انجام شده یا نشده که بعضی از دوستان اشاره کردن، راندمانش پایینه یا خوبه، سودش خوبه یا سودش بده، فروشش خوبه یا خوب نیست، که همه اینها رو یعنی خانم‌ها و آقایون بهشون اشاره کردن. اما همه اینها به موضوع این برمیگرده کارخونه ای خوبه که آینده خوب باشه، که این آینده میتونه آینده کوتاه مدتش باشه، مثلا ظرف 1 سال آینده، میتونه آینده میان مدتش باشه ظرف 2 سال یا 3 سال آینده، میتونه آینده دراز مدتش باشه ظرف 20 سال آینده، 25 سال آینده. پس وقتی یک نفر از شما یک سوال میپرسه که این کارخونه خوبه یا خوب نیست، نظرت چیه، باید درباره آیندهش حرف بزنیم. یک، پس نگاه به آینده است. حالا برمیگردیم، اولین کاری که میکنیم میگیم من نمیتونم، وقتی این سوالا ازت میپرسه من نمیتونم به شما جواب بدم خوبه یا بده. اون چون داره به زبان بی زبانی داره درباره آینده این شرکت ازت سوال میپرسه، چون اون ممکنه خیلی
حواسش نیست به این موضوع، ولی شما باید حواستون باشین که این داره درباره آینده صحبت میکنه. شما هم که پیشگو نیستی، عجیب مجی لا ترجی هم که نمیتونیم انجام بدیم شانسی. بهش میگی که فلانی من دیدم کارخونتون رو، دستتون رو در نکنه، خیلی هم خوب تا الان این شرکت رو آوردی تا اینجا، ولی لطف کنید صورتهای مالی پارسالتون رو به من بدید. وقتی به صورتهای مالی نگاه میکنی، اون به 2 سال قبلش، یعنی سال قبل و سال قبل ترش صورتهای مالی توی اون معلومه. روند سوددهی این شرکت رو باید بهش نگاه کنید. روند سوددهی یعنی چی؟ آیا مثلا 2 سال قبل تومن سود داده؟ آیا پارسال به علاوه 2 تومن بوده یا منهای 2 تومن بوده؟ یعنی روند سوددهی این شرکت روندش کاهشی بوده یا افزایشی بوده؟ اگر افزایشی بوده بهش میگی صورتهای مالی 2 سال قبل تو هم به من نشون بده، تا شما بتوانید ببینید. چون سود گاهی اوقات دوستان توی صورتهای مالی گاهی اوقات سود مقطعیه. مثلا یه شرکتی زیاندهه، یک دفعه ارزی گرون میشه، یک خوراکی گرون میشه، یه واحدی رفته اوورهال، قیمت محصولات ایشون گرون شده و اون سال سود داده، ولی سال قبلش زیان داده، سال بعدش هم زیان خواهد داد اگر اون شرایط خاص از بین رفته باشه. به همین دلیل اگر روند افزایشی بود، حتی کاهشی هم بود عیبی نداره، ولی بیشتر تأکیدم به افزایشی بودنه. بگید صورتهای مالی مثلا 2 سال قبل تو هم بده که اگر روند رشد، روند سوددهی این شرکت افزایشی بوده، این یک پوینت مثبته. اگر کاهشی بوده یک پوینت منفیه، ولی دلیل بر رد یا تایید نیست. اون حالت پوینت مثبته، این حالت پوینت منفیه. درست؟ میری جلوتر. خب این میزان سود به نسبت میزان سرمایه گذاری چقدر بوده؟ یعنی چی؟ مثلا اگر یک نفر اومده فرض کنیم 10 همت یا 10,000 میلیارد تومان، یا عدد رو ریستر کنیم 100 تومان اومده سرمایه گذاری کرده، میزان سودی که داده 10%، یعنی 100 تومان سرمایه گذاری کرده، 10 تومان سود برده. این سود هم افزایشی بوده، مثلا 5 بوده، بعد شده 7، بعد شده 8، بعد شده 10. از اونجایی که سود بانکی در ایران الان 23% دیگه، حالا ظاهرش 23%، ولی در عمل برای تولید کننده ها تا 30% هم میرسه. با عنوان کارمزد و چیزهای دیگه هم از فرد میبرن، از شرکت ها میبرن. خب این 10%، یعنی مثل اینه که ما این 100 تومان اون رو میخوابوندیم داخل بانک، سود بیشتری به ما میداد نسبت به سودی که الان کارخونه داره میده. این یه پوینت منفیه. ولی اگر به جای 10% 35% سود داد، یعنی 5% از بانک بیشتر مقدار سودش هست، این یه پوینت مثبت. ولی اگر اون حالتش باشه پوینت منفیش. خب دیگه چه چیزهایی باید توی این صورتهای مالی
بهش نگاه کنید اینه که چه درصدی از پولی که توی این شرکت خرج میشه صرف حقوق کارکنان میشه، چقدر حقوق میدن. مثلا اگر 100 تومن کلن هزینه میکنن، آیا 10 تومن حقوق میدن، 5 تومن حقوق میدن، 15 تومن حقوق میدن؟ به نظرتون این درصد اگر بالا باشه خوبه یا اگر پایین باشه خوبه؟ یک کسی جواب بده. بله خانم اسدی، بله باید پایین باشه. هرچی درصد، ممنونت خانم پوراحمد، هرچی این درصد به سمت پایین تر باشه بیانگر اینه که ریسک این سازمان کمتر، یا به عبارت دیگر هزینه های جاری این سازمان پایین تره. معمولاً عدد ایدئالی که الان وجود داره در صنعت 3 تا 5 درصده قیمت تمام شده است. اگر کل قیمت تمام شده محصولات ما 100، بین 3 درصد تا 5 درصد یا 3 تا 5 عدد معقولیه برای پرداخت حقوق. هرچی از این 5 بالاتر باشه یه مقداری حاشیه ایمنی این کارخونه میاد پایین تر. نکته بعدی که باید در این موضوع ببینیم اینه، ما فرض کنیم 100 تومن سود میدیم، این 100 تومن توزیعش بین نیروهای انسانی ما چطوری هست؟ یعنی هر آدمی که وارد مجتمع ما میشه چه سهمی در این میزان سود داره و بعد این با حقوقش مقایسه بشه. مثلا خانم اسدی مثلا 100 میلیون تومان حقوق میگیره، آیا به اندازه 100 میلیون تومان هم اثر داره در سوددهی این شرکت؟ قانونا، یعنی استاندارد، نگم قانون، استانداردن و عرفن این خیلی جایی نوشته نشده، هر فردی که وارد یک سازمان میشه باید معادل 5 برابر حقوقش آورده داشته باشه برای یک شرکت. هرچی از این، مثلا خانم اسدی وارد سازمان شده، شرکت شده، 100 میلیون هم حقوق میگیره، باید در ماه به اندازه 500 میلیون تومان آورده منظورم سوده، یعنی باید بیاره برای سازمان تا 100 میلیون بگیره. در این صورت خانم اسدی کارمند با فایده ای هست. حالا اگر به اندازه حقوقش که نمیاره هیچی، مثلا 2 برابر میاره، به ضرر این سازمان. تازه ما داریم نفر توی سازمان هست 100 تومن میگیره، 100 تومن هم ضرر میزنه به سازمان، نهار میکنه، ایام زهاب داره، پرسنل رو اذیت میکنه، دعوت میکنه با آشوب و اعتراض و ضرر میزنه به سازمان. بله خانم، معمولا کل سود شرکت رو تقسیم بر افراد میکنن، یک بار کل درآمد شرکت رو، یعنی فروش شرکت رو تقسیم بر افراد میکنن و بر این اساس مال هر نفری در میاد، اون رو تبدیل میکنن، مثلا مال سال رو تقسیم میکنن به ماه رو تبدیل میکنن به هفته رو تبدیل میکنن به روز، حتی به روز هم میشه
در آورد. بله، بنابراین یکی از، اگر توی اون سازمان سود شرکت به گونه ایه که هر فردی معادل 5 برابر حقوقش هر فردی بین 5 برابر حقوقش سود برای شرکت نسازه، اون شرکت رو نمیتونیم آینده خوبی براش متصور، یعنی یک پوینت منفیه. یه سوالی دیگه گفتن فرقی بین افراد و میزان حقوقشون دیگه. اگر بخوایم این کار بکنیم بله باید باشه. ما داریم آدم‌هایی که 20 برابر حقوقشون آورده میارن، آدم‌هایی هم داریم بگیم 3 برابر حقوقشون ضربه میزنن به کارخونه، آسیب میزنن به کارخونه. ما معمولاً اوریج میگیریم خانم اسدی، دیگه پر فرد خیلی انجام نمیدیم چون خیلی پیچیده میشه، نرم افزار میخواد، ولی قابل عملیاتی هم هست. من توی اروپا دیدم نه تنها اوریج رو میگیرن، هر فردی رو هم براش محاسبه میکنن، میگن آقا خانم، آقا شما مثلا این ماه 500 میلیون تومان برای شرکت آورده داشتی، مثلا 100 میلیون تومان حقوق گرفتی. بر همین اساس میان کارانی سالیانه رو تقسیم میکنن و کارانه اینطوری عادلانه تقسیم میشه. ولی معمولا توی ایران من ندیدم بر اساس نفر باشه، اوریج میگیرن. خانم شریفی فرمودن تأثیر افراد یکسان نیست، کارکنان در قسمت با هم مقایسه میشن یا همه با هم؟ نه، همه با هم خانم شریفی توی ایران. نه، میتونه اون حالتش هم میتونه باشه، مثلا بگیم اداره بهره برداری جدا، اداره تعمیرات جدا، مثلا تحقیق توسعه جدا، ولی خواهی مقداری کار رو پیچیده میکنن، قضاوت‌های شخصی میان وسط، مثلا مسائل این چنینی به وجود میاد که معمولا خیلی ریز نمیشن، اوریج میگیرن خانم شریفی. بله. دیگه سوال؟ اوکی. خب بعد از اینکه شما این صورت‌های مالی رو نگاه کردین، حالا به بخش‌های که من گفتم بعضی چیزها هستن پوان مثبتن، بعضی چیزها هستن پوان منفی هستن. پوان‌های مثبت رو با آیتم‌های مثبت میدی، پوان‌های منفی رو با عنوان پوینت منفی میبینی. اینو تمام. میریم سراغ بعدیش، میگیم خب آقای مدیر عامل، آقای سهامدار شرکت، خانم سهامدار شرکت، خب شما چند تا مشتری دارین؟ تعداد مشتریان. چرا تعداد مشتری مهمه؟ چون من یه مثالی میزنم که دوستان یکم ذهنشون چیز باشه اگه بخوان پاسخ بدن. مثلا یه دفعه بینی یه کارخونه محصولشو کامل یه خریدار انحصاری داره، کل جنسشو میخره، تضمینی هم میخره. یک سری شرکت داریم نه 50 تا مشتری داره، کدومش بهتره؟ حالا منظورم از انحصاری میتونه این انحصار یکی نباشه، 2 تا باشه، 3 تا باشه، 4 تا باشه. یه جایی 10 تا مشتری داره، یه جایی 100 تا مشتری داره، یه جایی 40 تا مشتری داره، یه جایی 60 تا مشتری داره. کدومش بهتره؟ خانم اسدی میفرمایند اولی یعنی اینی که یه مشتری انحصاری داره جنسشو میخره دیگه. هرچی بیشتر ریسک کمتر، شاید برای اون یه کارخونه یه ها مشکلی به وجود. بله کاملا درست میگن خانم شریفی. هرچی
تعداد مشتری متنوعتر باشه، ریسک اون کارخونه کمتره. فقط داستان این نیست که خانم شریفی گفتن مشکلی، شاید مشکلی هم پیش نیاد، یک کسی دیگه پیدا بشه، پسر عموی مثلا مدیر عامل این شرکته، پیش میگم برای چی میری مثلا از خانم شریفی جنس میخری، یا خودم بهت میدم 10% پایینتر بهت میدم. بالاخره یک احتمال دیگه، یعنی صرفاً این مورد مشکل به وجود آمدن خوشبینانه شه، یه مورد بدبینانه داره یه رقیبی بیاد یک خوراکی پیدا بشه که طرف حاضر باشه با قیمت پایینتر بده. حالا میتونه جنبه پارتی بازی و رانت باشه، میتونه جنبه واقعی باشه. حالا یه اتفاقی دیگه ممکنه نه، حالا اونجا حالت انحصار داره، مثلا مشتری ها 5 تا، ولی یک شرکتی دیگه مشتریاش 10 تا. دیگه اون حالتی که ممکنه مشکلی به وجود بیاد وقتی 5 تا مشتری باشن دیگه نیست، اما نسبت به 10 تا مشتری بازم ضعیفتره، نمره منفی تری میگیره. چرا؟ ممکنه چی؟ یکی جواب بده. چرا اگر ما مثلا 5 تا مشتری داشته باشیم نقطه منفی نسبت به 10 تا مشتری داشته باشیم، یا اگر 10 تا مشتری داشته باشیم نسبت به 100 تا مشتری، نسبت به اونی که 100 تا مشتری داره ریسکمون بالاتر میره. ربطی نداره خانم پوراحمد، کیفیت ما فرضمون بر اینه که اینجا بحث مشتری فقط بحث قیمته، بحث کیفیت فرضمون اینه که کیفیت ثابتی داریم. بله خانم شریفی میفرمایند که احتمال خرید محصولات بالاتر، یعنی چی؟ ما بالاخره ظرفیتمون 100، 5 تا مشتری داریم، 100 تنمون رو، این 100 تن یا 100,000 تن یا 100 هرچی 100 کیلو رو اون 5 تا مشتری میخره تا 10 تا مشتری بیاد بخردش. اینا یکی 2 کیلو میخرن، اینا یکی 1 کیلو میخرن مثلا. یعنی چی؟ منظورت از احتمال خرید محصول یعنی چی؟ کلا مشتری که بیشتر باشد اعتماد و توجه بقیه به این کمپانی بیشتر جلب میشه، یعنی منظورت برندینگش قوی تره، هست ولی خیلی تاثیرگذار نیست. ممکنه قیمت رو بتونی ببری بالا. خب حالا اینو من یکم روش نگر میدارم، جوابشو نمیدم. خانم شریفی رو جناب آقای امینی هم فرمودن که بازار دستتونه. بعد اگر مشتری به هر دلیلی از دست رفت، خب 5 تا یکیش میره میشن 4 تا، عیبی نداره. اگه اونی که 2 کیلو میخره بخوابه ضررش بیشتر از وقتی که اونی که 1 کیلو بخوابه. بله جناب آقای گنجی به نکته خوبی اشاره کردی، خوبه. خانم پوراحمد هم گفته بازم مشتری هستش. بله تأثیر 1 نفر در 4 تا خیلی بیشتر از 1 در 10. بله درسته. حالا تا اینجا من دیگه بیشتر دوستان اذیت نشین، خوبه، جوابای خوبی داده شده. ببین دوستان، یک پدیده ای هست در بازار که یک کارخونه دار و یک مدیر عامل هم برای خوراکش و هم برای محصولش همواره باید نگرانش باشه. آقای امیرحسین ابراهیمی فرمودن تأثیر عرضه روی قیمت هم میتونه
در نظر. بله اینم تو دل همون موضوع. بله درست میفرمایید جناب آقای ابراهیمی که این موضوعیه که میخوام بگم. اگر دوستان همینطور چیزی به ذهنشون بخوره هی بگین تا شاید خودتون اشاره کردین. من دوست دارم، حیف که کلاسامون مجازیه، خیلی این امکان رو در رو نیستیم، ولی من خیلی علاقه‌مند بودم اگر فیس تو فیس می بودیم خیلی کیفیت کارمون بالاتر میرفت. انشالله که ترم بعدی، حالا دیگه به شما که نمیخوره ولی انشالله برای دانشجوهای دیگه بشن اینا حضوری بشن. یک پدیده ای وجود داره که یک مدیر همواره، یک صاحب کارخونه باید نگرانش باشه. ما که داریم ارزیابی میکنیم باید ببینیم این نگرانی در چه حده و اونم دمپینگ بازار. هم دمپینگ در خوراک وجود داره، هم دمپینگ در محصول وجود داره. یک کسی توضیح بده برام دمپینگ یعنی چی؟ تأثیر عرضه روی قیمت. نه کسی نگفت، مال قبلی رو خوندیم. کسی به ذهنش چیزی میخوره؟ دمپینگ محصول، دمپینگ خوراک. این یک پوینت بسیار مهمی هست که یک مدیر یا یک صاحب کارخونه همواره باید نگرانش باشه. دمپینگ در حقیقت یک نوع تبانیه. هرچی تعداد مشتری کمتر باشه امکان دمپینگ بیشتره. یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم مشتری های ما 5 تا، یا یه جلسه شبونه میگیرن میگن ما از این کارخونه جنس نخریم تا مخازنش پر بشه یا انباراش پر بشن مجبور بشه ارزان بده. حالا احتمال تبانی 5 نفر خیلی بیشتر از امکان تبانی 10 نفره. امکان تبانی 10 نفر خیلی بیشتر از امکان تبانی 50 نفره. پس هرچه تعداد مشتریای ما بیشتر باشه امکان تبانی رو کمتر میکنه. پس تعداد مشتریای بیشتر یک پوینت مثبته. حالا اینا هر کدوم شاخصهایی داره. خب ما بیشتر نسبت به چه چیزی، اینا بحث‌های جدایی هستن که من الان در حوصله کلاس ما نمی گنجه. ولی و اونی که مشتریای کمتری داره، بله دقیقاً جناب آقای قمی همینه، یک مقدار انحصار، این انحصار منجر به دمپینگ میشه. در دنیا هم هستش. مثلا مثالی براتون میزنم، در یه مقطعی فکر کنم سال 1403 بود، شرکت مصرف کنندگان متانول ایران در چین مثلا 10 تا بودن، با هم دیگه تصمیم گرفتن متانول از ایران نخرن. در نتیجه مخازن متانول لولشون رفت بالا. اینا هم از مخازن ما خبر داشتن، حالا یا جاسوسی صنعتی اسمش بگذاریم یا هر شکل، فهمیده بودن که ظرفیت داره. اینا با هم دیگه دمپینگ کردن ما متانول نخریم. یک دفعه قیمت متانول رو مثلا از 350 دلار که مثلا یه 50 دلار حاشیه سودش بود، یک دفعه آوردنش 230 دلار. در نتیجه شرکت های متانولی رو بردن تو حاشیه ضرر. در صورتی که اگر ما غیر از چین مثلا مشتری در کره هم می داشتیم، مثلا مشتری در اروپا هم می داشتیم، مشتری در روسیه هم می داشتیم، امکان اینکه این دمپینگ اتفاق بیفته احتمال، نمیگم نمیشه، ولی احتمالش خیلی کمتر میشد. پس بنابراین
یکی از سوالاتی دیگه که میپرسیم تعداد مشتریامونه. هرچی تعداد مشتری ها بیشتر باشه یه پوان مثبتی داره، مثبت کم. همین موضوع دمپینگ در تأمین خوراک که دیگه اینجا الان جاش نیست، ربطی به این موضوع نداره، ولی به نظر من با توجه به دیدگاهی که آدم در این زمینه مطالعه دارم، به نظر من ربط داره. اگر تأمین خوراک شما هم امکان دمپینگ توش وجود داشته باشه، هم خودش یه پوان منفی میشه. چرا؟ چون که مثلا فرض کن 2 تا تأمین کننده خوراک داری یا 3 تا تأمین کننده خوراک داری، 3 تاشون با هم دیگه جلسه میگذارن میگن قیمت 3 برابر، نمیخوان نخر و مطمئنن تو جای دیگه هم نمیتونی بخری. خب قیمت تمام شده تو میبرن بالا، حاشیه سود تو کاهش میدن. پس هرچی ما تعداد تأمین کنندگمون هم بیشتر باشه، اون کارخونه شرایط بهتری داره، یه پوان مثبت‌تری نسبت به اینکه تأمین کننده انحصاری باشه یا تعدادش کم باشه. حالا یکی باشه، 2 تا باشه، 3 تا باشه، 4 تا باشه، هرچی تعداد تأمین کننده بیشتر باشه، چون میتواند جلوی دمپینگ رو بگیره، هم یه پوان مثبت است. خب دوستان، به نظر شما در این حوزه مشتری و یا فروش چه پوانی دیگه مهمه که در سرنوشت کارخونه مؤثره که ما بگیم این کارخونه خوبه یا بده؟ چیزی کسی به ذهنش نمیخوره؟ جناب آقای حجتی، آقا سید عرفان حجتی، شما نظرت چیه؟ خانم پوراحمد فرمودن خدمات پس از فروش. یعنی چه خدمات پس از فروش؟ خصوصی وابسته است یا سهامی داره؟ کی منظورت آقای امینی؟ ما صحبت از مشتری داریم میکنیم، صحبت از فروش میکنیم. منظورت خریدارمون خصوصی یا سهامیه؟ فکر نمی کنم ربطی به لحاظ ماهیت شرکتی داشته باشه. خانم پوراحمد هم فرمودن خدمات پس از فروش خوبه، ولی در حوزه مواد شیمیایی و پتروشیمی ها و کارخونه ها و اینا، در حوزه های مثل که کنترل کیفیت مهمه، مثل خودرو و اینا مهمن، ولی به صورت جنرال کارخونه ای نه خانم، خیلی نمیتونه پوان مثبت یا منفی باشه. خانم تضمین کیفیت بدن، اگر مشکلی پیش اومد شرکت به تعهدی در مقابلش داشته باشه. آقای گنجی هم گفته چطور تصفیه میکنن؟ نقد، اقساط، دلاری، ریالی؟ نه، من با عرض معذرت دوست ندارم هیچ دانشجویی رو نه بگم اشتباه گفتی. نه، مجبورم بگم ارتباطی نداره. در این بخش مهمن اینا، اینایی که میگی مهمن، ولی در حوزه مشتری نه، خیلی نمیتونه در سرنوشت کارخونه اثر داشته باشه. یا مثلا اینجا گفتی جناب آقای گنجی، گفتی دلاری یا ریالی. ببین الان دلار نمیدونم، فکر کنم با این توافق مثلا دلار اومده 160 تومن، 160 تومن، 165 تومن. توی حوزه اقتصاد $1 با 165 تومن یکیه، هیچ فرقی نمیکنه چه تو رو $1 بدن چه تو رو 165 تومن بدن، تفاوتی نداره. یا مثلا اینجا که گفتی نقد یا اقساط، اگر قرار باشه نقد باشه یه قیمتیه،
اگر قرار اقساط باشه سود باید بدن. مثلا بگه یه ماه میدم، باید 2% بذاره رو قیمت. این فرمول داره. چطوری تصفیه میکنن؟ اگر قرار باشه نوع تصفیه متفاوت باشه، نوع این متفاوت بودن در ارزش گذاری سودی که به این پول باید داده بشه مؤثره. بنابراین خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه. اینکه قراردادهایی که با مشتری میبنده شفاف و انعطاف پذیر. یعنی چی؟ یعنی چی شفاف؟ که خوبه، یعنی همه چارچوبا معلوم باشه، تعهد خریدار، تعهد فروشنده، این چقدر پول بده، کی پولو میده، نقد میده، اقساط میده، دلار میده، ریال میده، 20% اول میده، 80% بعد میده، 80% اول میده، 20% آخر میده. این شفافیت انعطاف پذیر یعنی چی؟ متوجه نمیشم منظوره. در هر موقع تونستی توضیحاتو بنویس. اونجا هم که آقای امینی گفته خصوصی یا دولتی، فرقی نمیکنه آقای امینی در سرنوشت. اون مربوط به سهامداره و ربطی به مشتری ها نداره. خب تا دوستان، آقای اسماعیلی، محمد امین، محصول تولیدی جایگزین داره یا نداره؟ اگه کالا یا ماده جایگزین زیاد باشه پوینت منفیه. بله، یعنی منظورت اینه که مشتریامون ممکنه بتونن برن یک کالای دیگه بخرند، جایگزین بخرند که کار کالای ما رو انجام بده. درسته؟ یه پوینت منفی. اما این در این بخش که ما داریم اپریشنش رو نگاه میکنیم، البته نه، میتونه درست باشه جناب آقای اسماعیلی، پوینت منفیه. بله، توی همین مرحله هم پوینت منفیه. کشش قیمتی محصول، یکم آقای قومی بیشتر توضیح بده. کشش قیمتی منظورت چیه؟ یعنی منظورت حاشیه سود این محصول چقدره که ما بتونیم مثلا اگر بخوایم چونه بزنیم 10% کمش کنیم، قیمت تمام شده به ما اجازه بده یا نه؟ اگر منظورت اینه خب درست میفرمایید. اون آقای سید عرفان جوابمون نداد. اوشون هم اگر تشریف دارند، کلاس خارج نشدن یا سیستم دارند، حتما پاسخم رو بدن. عرض کنم بله آقای قومی، یعنی وقتی محصول رو به مقدار مشخصی گران میکنن چند درصد مشتری ها حذف میشن؟ نمیدونیم آقای قومی، چی میدونیم؟ ما نشستیم تو دفتر مدیر عامل، صورتهای مالی جلومون، یک سری اطلاعاتی داریم در اختیارمون قرار دادن. ما که اینو امتحانش نکردیم اگر محصول گران کنیم چی میشه. مشتری ها بابت چه کاری این محصول رو میخرند؟ به هر کاری، به ما چی؟ اصلا میگیرن از ما میریزن تو جوب، آب بگیرن پشتش، به ما چی؟ خانم پوراحمد فرمودن که من میتونم با میکروفون توضیح بدم انعطاف. بله بفرما خانم پوراحمد. بفرما خانم پوراحمد. من منظورم از انعطاف پذیری این بود که خب مثلا تو کشوری که تحریم هستش مثل کشور ما، خب باید یه شفافیت مالی وجود داشته باشه دیگه. مثلا یه شبه یهو نیان این قیمت ها رو خیلی یهو زیاد کنن، یعنی قیمت ها رو تا تموم شدن اون قرار داده ثابت نگه دارن و بعد به مشتری بفروشن. یکی این مد نظرم بود. یکی اینکه بعضی اوقات یه مسائلی پیش میاد که کارخونه‌هایی که یک محصولی رو از، حالا مشتری وقتی یک محصولی از یک کارخونه میگیره، ممکنه اون موعد مقرر توانایی تحویلش رو نداشته باشه به خاطر یه سری از مسائل، مثلا یهویی چه میدونم. برای مثال
یکی از پتروشیمی‌ها یه خوراکی رو میگیره که از یه پتروشیمی دیگه ایه. توی کشور ما مثلا جنگ شد، اون پتروشیمی الان توانایی کار کردن نداره. خب وقتی که اینو نمیتونه تحویل بگیره، اون کارخونه مبدأ، اون کارخونه‌ای که داره محصول رو به مشتریش بفروشه، اونو تا یه مدتی پیش خودش نگه داره بدون اینکه حالا اونقدر هزینه انبارداری بگیره ازشون، تو انبار نگه داشتن بگیرین، با یه سری چیزها کنار بیاد. بیشتر منظورم این بود. بله، خوبه خانم پراحمد. این صحبتی که جناب عالی کردی صحبت درستیه، ولی نمیتواند خیلی تأثیر هستن، همشون تأثیر دارن. همین مطالبی رو که دانشجوهای محترم خانوما و آقایون گفتن، همه هر کدوم یک درصدی اثر دارد، اما ما پوینت های خیلی مهم که کریتیکالن در حقیقت مد نظرمون قرار میدیم، وگرنه درست میگه خانم پراحمد. خب آقای قمی فرمودن محصول رو مقدار مشخصی گران میکنن، چند درصد مشتری معامل بازار و تاریخچه کمک میکنن. مثلا وقتی قیمت محصول جایگزین ثابت و تعداد فروش کم میشه، یا وقتی که محصولات جایگزین هم تورم یکسان داشته باشن، فرق خاصی نمیکنه. بله آقای قمی، این صحبت شما متوجه شدم منظورت چیه. من تقریبا داری درست میگی، ولی من اینو با یه ادبیاتی دیگه میگم، شاید منظورت رو من اینطوری منظور شما رو هم برداشت کردم که تقریبا میتونم بگم منظور خودم هم همینه. این رو خدمتتون عرض کنم که ما یک عنوانی داریم به نام مشتری وفادار. یعنی چی؟ مثالی من میزنم. در یه مقطعی پتروشیمی کارون، چون بالاخره 7-8 سال 10 سال ما مدیر عامل این شرکت بودیم، طبیعتا بعضی از مثالامون، بیشتر مثالامون به این سمت شیفت پیدا میکنه، ولی این بیشتر توی تقریبا میتونیم بگیم توی تمام کارخونه ها یه تولیدی این داستان وجود دارد. ما در این مقطعی در پتروشیمی کارون یکی از مبدل هامون سوراخ شد. این سوراخ شدن این مبدل چند تا اتفاق افتاد. یک، محصولمون رو کیفیتش رو خراب کرد و ما هیچ راهی بجز این که بپذیریم تا یه مقطع زمانی مثلا 2 ماه 3 ماه کیفیت محصولمون افت کنه نداشت. ما اومدیم به مشتریامون گفتیم گرچه شما میتوانید برین این محصول رو از خارج بیارین، ولی ما الان مشکل پیدا کردیم. شما بپذیرین محصول که کیفیتش پایین‌تره با همون قیمت اصلی از ما بخرین که ما ضرر نکنیم. مشتری وفادار میگه باش، با مثلا 50% 60% مثلا از 100 تا مشتریمون گفتن باشه ما مشکلی نداریم، حالا بریم یه کارش میکنیم. مثلا بعضی اومدن رفتن جنس از خارج وارد کردن، میکسش کردن با کارخون، با جنس که با کیفیت پایین‌تر بود تا بتونن یکم کیفیتش رو ارتقا بدن و بتونن استفادهش. بعضی اومدن گفتن خب ما یکم مثلا دمای فلان دستگاهمون رو بالا میبریم، این مشکل بیکیفیتی رو حل میکنیم. یکی میاد میگه که نه من میام اصلا میپذیرم این جنس بیکیفیت رو، میام محصولاتی تولید میکنم و به مشتریام هم اعلام میکنم این با جنس با کیفیت 1 مثلا 5% ارزون تر بهتون میدمش. این که چه تعداد مشتری حاضرند حتی همچین اتفاقی بیفته حاضرن همراهی کنن با این کارخونه. این پوینت خیلی مهمیه.
تعداد مشتریهای وفادار. از کجا میفهمیم ما چند تا مشتری وفادار داریم؟ با تجربه به دست میاد. تجربه یک مدیر عامل، تجربه یک مدیر بازرگانی به ما میگه اگر همچین اتفاقاتی بیفته چه درصدی از مشتریامون حاضرن این همراهی رو با ما بکنند. هرچی این درصد بالاتر باشه یه پوینت مثبت بزرگیه و هرچی درصد اینا کمتر باشه این یک پوینت منفی میشه. حالا این یک بعدی دیگه داره. الان کارخونه بمبارون شده، ما که نمیدونستیم بمبارون میشه، ما داشتیم در حال جنس فروختن به مشتریامون بودیم. یعنی پول به ما دادن، ما جنس رو بهشون فروختیم، قراره مثلا 2 هفته بعد، چون هر چی که جنس از ما خریداره میشه معمولا قراردادها بگونیه که ما بین 2 تا 3 هفته وقت داریم پول رو بگیریم و ما پول رو اول میگیریم، بعد 2 تا 3 هفته وقت داریم که جنس رو تحویلشون بدیم. ما که نمیدونستیم این اتفاق میفته، اومدیم یعنی جنس فروختیم، پول گرفتیم، در فاصله که هنوز این 2 تا 3 هفته اتفاق نیفتاده بمبارون شد و ما جنس هم نداریم بهشون بدیم. شرکت ها میتونن، اونایی که خرید کردن و ما نمیتونیم بهشون جنس رو بدیم، میتونن برن شکایتمون رو بکنن، میتونن برن حکم دادگاه بگیرن، اصل و فرع پولشون رو از ما بگیرن. میتونن بگن من مشکلی ندارم، من که شما شرکتتون بمبارون شدید ما نیاییم دردسر جدیدی براتون ایجاد کنیم، میمونم منتظر تا این درست بشه. 1 سال طول بکشه، 2 سال طول بکشه، 6 ماه طول بکشه، میگه میمونم منتظرتون. این که چه تعدادیشون میگه من همین الان جنسمو میخوام، دادی ندادی شکایتتون میکنم. این که یک مشتری بیاد بگه که من صبر میکنم، 2 تا دیدگاه مختلف. چه درصدی میرن شکایت میکنن، چه درصدی میمونن منتظر. این میشه یک شاخص برای این که ما چه درصدی از مشتریامون وفادارن. توجه کردی منظورمون چیه؟ خب اوکی. بنابراین پس تعداد مشتری 2 درصد مشتری های وفادار، سومی هم داریم یه سومی هم داریم دوستان چیزی کسی به ذهنش نمیخوره؟ اوکی. دیگه ظاهرا وقتی خانم پور احمد گفت من چیزی به ذهنم نمیخوره یعنی همه به ذهنشون نمیخوره دیگه. اوکی. ببین دوستان، یکی از دوستان توی توضیحاتشون فکر کنم یه اشاره‌ای به این موضوع داشت، اگر توی ذهنم درست باشه، مسئله شیوه برخورد با شکایت مشتریه. اولا ما چه ساختاری داریم
که اگر یک مشتری شکایتمون رو بکنه پاسخ بهش بدیم. پاسخ معناش این نیست که هرچی گفته درسته. نه، آیا ما به اصطلاح این سازمان کمیته CRM Customer Relationship Management رو داره؟ یک. آیا از نیروهای حرفه‌ای استفاده کرده؟ سه، اگر جایی مشتری درست گفته آیا ما خسارت بهش دادیم یا ندادیم؟ چطوری میتونیم از مدیر عامل بپرسیم؟ بهش میگیم که آقا تا حالا چند تا شکایت داشتی مثلا در یک سال گذشته؟ مثلا 50. صورت جلسات CRM تو ببینم، ممکنه اصلا جلسه برگزار نشد. و چه به در میخوره CRM تو سر اون مدیر بخوره؟ میبینی نه رسیدگی شده. بعد میبینی چند تومن پول، چند تن محصول رو با عنوان خسارت به شاکیایی که حرف درست گفتن پرداخت شده. مثلا 50 تا شکایت بوده، رسیدگی شده، 10 تاش درست گفتن، برای این 10 تا مثلا 5 میلیارد تومان یا پول یا مثلا جنس محصول بهشون داده شده. اینم توی این مرحله یک بسیار پوینت بسیار مهمی هست که اینا هر کدوم یه روشی داره که من دیگه در حوصله این کلاس نیست که من در انتهای مدل رو براتون توضیح خواهم داد که شما بتونین برین از اون مدل درصد بندی بکنین، اعدادش رو در بیارین و اینا. خب الان 5:15 دوستان برین یه استراحتی بکنید تا منم یه استراحتی بکنم و یه آبی بخورم. انشالله ساعت 5:30 در خدمتتون خواهم بود. متشکر.